های گای چطور بچه خوش اومدید به چنل ایکس بیارت. من الان ساعت هفته من میذارم آماده شدم، مدام رکورد رو زدم، قرار لباس بپوشیم و بریم دنبال رضا و محمد. امروز یک بهمن، سه‌شنبه هم هستش. امروز تولد مهدیه، یعنی داداش رضا، و قرار بریم چارسو، پاساژ چارسو و براش یه بازی بخریم. فکر کنم فیفا 24 یه همچین چیزی بود، نمیدونم. و بر تولدش قرار بریم اونو بخریم و اینکه قرار بریم سینما. اصلا مغزم لود نشده هنوز. قرار بریم سینما، احتمالا فسیل ببینیم و طی مسیر قرار بگردیم و اینا و براتون ولاگ کنیم. خب بچه‌ها الان همه چی آماده است. اون پشت که شلوغم توجه نکنین. غذای چیکو خان هم دادم تا بیام داره غذا. هیچی دیگه، من برم پایین. چقدر آینه کثیفه. بزنم چی کی هست میگه خواهی میذاره تو گوشه ها؟ ایپاد ببخش، ایپادی که دوتایی میذاره این تمام شد اونو میذاره. چی میخوایم بخریم؟ این مدلی ویدیو میگیرم، میبینی؟ نه مثل تو داخل پیج شاپ ریده بودی. سر همون از ترسش دیگه نمیدم به کروسان بگیریم؟ پچ کروسان بگیریم. من اون دفعه گرفتم خوب بود. رضا شما هم از اونا میخواین؟ خب چی بگیریم؟ ببین آبش معدنیه یا آشامیدنی؟ معدنی و آشامیدنی فرق داره. جوجو 00 ولی من 8 تومن واقعا؟ صورتیش برای من 8 تومنه؟ من البته بطری دارم. صورت من آره اینجا گرفته بود، امکان نداره گرفته بود. نه الان میگیره. بیا من صورتیش برای من آبش آبی بخوای تو هم؟ منم یه دونه پش بردم. کاشکی بارو بودم 24 خب برای فیفا 24 بلنده داد بعد بزن. خب صدا تا بد بشنم. فیفا 24 نه دیگه بچه از از اول عوض شده. از اول. این گوشی ایرانی هست ها بچه. یا ماریا چیه این گوشی ایرانی هست. آره نه ایرانی نه. بفرستید دستشویی. الان 2 دقیقه نیومدیم دستشویی نداره. دستشویی اف سی 24 بگیریم همون فیفا 24. خب ببینیم کجا نمی‌کنن تو باشم. نظرت چیه؟ نظرت چیه؟ تو این تا 2400 2400 توی نت پیدا کردیم. اینجا 2300 میگو. محمد شاش داریم میریم اون به شاشه گرگردیم. یه شاش همینجا شاش بود تسکیه کنم. از خجلیت خجل شد بچه‌م. یه شیر باید همیشه تو دستشویی بشاشه. چه جا اون سنگینی داریم. من حس میکنم صدامون رو درست نمیگیره، سر همین اینا هرچی میگم من دوباره بازگو میکنم. محمد در حال رسیدن به آرزوی دیرینه 1-2 ساعتی خودش خوشحاله که قرار بره برینه. Are you reading؟ کجا؟ برو برینگ. بدبخت اینی که مغازش کنار دستشوییه. برو برینگ. بای بای. انگار داریم استقبال میکنیم. استراری. برو رضا برو. وای اینجا یه لحظه تو آینه این خودم رو دیدم. شبیه استرنج بود. صدا تو من نمیشنم. بلند حرف بزن. بلنده چند اگه از اینجا برم از اونجا بیام
برو. ای برگام حاجی پشمو اصلا ولی واقعا خیلی دارکه، تلخناکه. ای اومد الانی که میگن داشتم چرا این آدم فیلم میکنه وایسا نگاه کن الانی که میگن چیکار داره میکنه داره فیلم میگیره بگی الان داره فیلم الانی که دارن میگن شیر آزاد شده واقعا آخیش من صدا تو نمیشنوم افتخار ایرانی من چجوری خط میخی بخونه خط میخی بلدی آره اسش میخواد اسش بندازه اسش چی شد ول کن هنوز نزدم بزن دو پرده ای بچه این چی؟ هم سخنگوه نه بابا چیزه سخنگوه بابا گوشی رو شارژ میکنه اسمش چیه؟ وایرلس شارژر آره وایرلس شارژر وایرلس دیگه نداری نمیدونی دیگه عزیز نداری نمیدونی وایرلسی داشته باشی اسمشو بدونی آخه چرا تویتری وایرلسی شارژ یه اره محمد عقب مونده اینجا اما گوش زلیل علیل جلیل خلیل کریمه کریمه 1000 تومن هم شد بده اما گوش آبروی محمد در حال رفتنه نه اینکه اینجا خیلی آشنا داره میگه جان مادرت ازش هرچی گفتم مفتت دیگه برو نگاه نکن وای خدا کجا دیدی؟ اونا خداوند عالم من از این میخواستم بگیرم ببخشید خب اون که 390 میداد بهتر بود بابا ساعتی ها همشو میبینی گوشی رو نگاه میکنن قیمت میگن برو بگی تا گرون نشده آها رضا ما یه دونه یوتیوبر توی مترو دیدیم اسمش چی بود سهیل صابر سهیل بود 243 کی سابسکرایب داره دوربین مخفی میگیره بعد اینکه داشت گوش کن بابا خفش و سهیل بود بعد برنامه‌ش هم این بود که میگفت از اقدسیه تا کردان خیلی دوره آره جمعه رو بچینیم بریم کردان و همه چیش هم اپل و اپل واچ و نمیدونم آیفون و کلا این مدلی بود خیلی خفن بود رسیدیم باز از بیرونش هم بگم بچه احتمالاً از اینجا بخریم دیگه بازی رو تبلیغ نکن پول تبلیغ رو اگه شد بگیریم از این ایستگاه بازی چارسو اینجا آره دیگه پول تبلیغات قراره بهمون تخفیف برسه خب بچه ها خریدمون انجام شد ببر نشون بده دیگه دوربین رو بچرخون نشون بده این دست اینه؟ همه هزینه رو بگیر هزینه رو بگیر 2450 قیمتش بود امروز 1 اسفند 402 سال بعد 10 میلیون میشه 2450 رفت تو پاچم میشه نشونش بدی؟ بابا تو جیب اینه اینا نه بابا اینا جیب تو هم من میدونه اینقدر احمقی تو بابا به من گفت میذاره تو کیفم بده بیاد من چرا کیفی؟ بابا اینا ها دیگه تو جیب بودیش نشونش بده اصلا این بازی میکنه محمد میشه نشونش بدی؟ عکس بگیر وایسا عکس تامنیل هم گرفتی 2400 تا 2450,000 تومان بگید یه جمله سنگین دیگه بگم یه جمله سنگین بابا این آدم فیلم بگیر واسه خب میخوام چک کنم نگاه کن میگه چی؟ میگه یه شیر همیشه تو جنگل هست ولی تو کفتاری بیش نیست بابا کوروش
اون شرکت دعوتش کرد چی میگیرم آمریکا. گیتار من اینجا گرفتم. کجا؟ از اینجا؟ دقیقاً همینجا. نه بابا چرا همینجا؟ خود اون یاروه نیست. رعد و برقی چی میگن طوفانم شد و ما هیچ من کاپشن دارم اینا ندارن. او بچه چرا؟ رضا باید باشه. رضا رو وای عاشق ویالونم. خیلی خوبه. بعد این آهنگ هوا خیلی دو نفر است مخصوصا با این ماشینا، با این هیونداها، با اینا. من از خدایی منو عشق رو تایی، با این لکسوس، با این هیوندا. این چیه؟ این خارجیکیاه نه؟ بچه اینجا چیزیه؟ بچه اینجا چیزیه؟ یه چیز دولتیه؟ بنز و لکسوس و E250 جون. این فکر کنم اداره خاصیه. اون دفعه یادت اومدیم اینجا؟ با مسجد پولداراست. نه این یه چیزیه. می آشغال ترینشون. نه آشغال. بچه اینجا نگاه کن پر بابا اینا فکر کنم اینا خیلی آدم خرپولی اینا که توشن. از اینا که شخصی سازی شدن. هیوندا، هوندا. میبینی کلا مغز فقیری داره این بشر. فقیری داره. به هیوندا میگه هوندا موندالان باخ. هوندا موندا. یه ذره بیار پایین یارو راننده‌اش توشه. یارو راننده‌اش توشه. اشکان دارم میفرستم برای ایران اینترنشنال. تیگو 8 تیگو 7 تیگو 8 نیسانو بگی. نیسان راننده توش. بچه اینجا یه خبره تالار وحدت. آره یه کله گنده تو تهران مرده. وای اینجا فکر کنم ختم بچه دخترها بیاید اینجا میتونی شوگر بزنید. نه من نمیگم اومدین اینجا میتونی شوگر بزنید. نه من دارم از خودم میگم بابا خب باشه من چی کار کنم آخه. بابا من اینا رو تو دبی ترافیک دبی بابا دیدم چیز داریم چقدر لکسوس اینا میجمیدو میخورن هر روز. اینجا چقدر تویوتا مویوتا. تویوتا هم بیمه دیدی زد فرو. اینجا پسر دایید میما عشق میکردن قشنگ با کله همه میرفت تو همه ماشینا داخلشون رو ببینه. وای اینک هم دوست کرد چیز بخار کرد. خفه شم به خاطر تو باید همه رو سایلنت کنم. محمد میدونی الان اینجا چی بود خوشحال میشد؟ دناپلاس بود دیگه. نیدی من دیروز زنگ زدم که رضا دناپلاس چه خوبه. میگم چرا؟ میگه اتوماته. میگم پنشتی من مغز فقیره داره. بعد میگه رضا میدونی چجوری روشن میشه؟ سویچ رو میندازی گازو میدی روشن میشه. میگم من مگه دکمه نی؟ همینا میگم کجای کاری ماشین اومده با دکمه روشن میشه. واقعا دکمه نیست نه؟ چینی بعد از چی در حالت عادی میدیدیم توشه بابا فیدلیتی انقدر بالا نیست. 2 میلیارد ها 2 میلیارد ها ماشین خفن اونجا بود تو نگاهشون نمی‌کردی. آره دیگه اونجا 30-40 میلیاردی 50 میلیارد. محمد سیگار خاله محمد سیگاری شد. محمد سیگاری حداقل مادوکس بگی ما هم بکشیم. چی؟ آره چیزی میخورم هر چی کرمته بگی. اورو هر چی میگیری بگی فقط تو خرج کن. ما عاشق خرج کردنتیم. ببینیم محمد خود دست جیبش کنه. یا خدا وای برداشت هم گذاشت لحظه به 3 تا بگیر. 3 تا چی؟ نه زیاده بابا نمیتونیم با همون یه دونه بس پره توش. 2 تا بگیر. 2 تا بگیر نهایتا محمد 2 تا برداشت گذاشت اونجا دستو کرد تو. برای اولین بار هم چیزی واقعا ریخت ثبت میشه. سیگار محمد این تو عمرش اصلا خرید نکرده. برای ما اونم
سیگار رو چرا قایم کردی؟ سیگار میکشی قایم میکنی؟ وای بالاخره بر ما خرید کرد. برگام چی خریدم کردم؟ نه سینما نرفتم. سینما نرفتیم. علتش 2 علت داشت. یک این آره این پلش نذاشت. 2 اینکه فیلمی که دوست داشتیم الان نبود. بود فسیل هوایی. فسیل وای خدا من چه ببینم فسیل 9 شبه 9 شب. چرا خراب. آره دیگه ببخشید من به عنوان بزرگتر عذرخواهی می‌کنم. های بای دارم تو ندارم. منم ببخشید. برم دپرس بشم با آهنگ گلم. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. هر جا هستین پیروز و سلامت باشین. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. پیس.